سلام دوستان عزیز، امروز با شما هستم با یک ویدیوی جدید و مهم. این ویدیو راجع به 8 کاری است که شما را فقیر می کند. بله، شما درست شنیدید. این کارها را شاید شما هم هر روز انجام می دهید و نمی دانید که چه تأثیرات منفی بر زندگی و ثروت شما دارند. این کارها عادات بدی هستند که افراد فقیر دارند و افراد ثروتمند از آنها دوری می کنند. اگر شما هم می‌خواهید ثروتمند شوید، باید این عادات را ترک کنید و عادات موفق را جایگزین کنید. پس با من همراه باشید تا این 8 کار را با هم بررسی کنیم. تلویزیون زیاد تماشا می‌کنید. تلویزیون یکی از بزرگترین دشمنان ثروت شماست. زمانی که شما تلویزیون تماشا می‌کنید، در واقع زمان ارزشمند خود رو با دیدن برنامه‌های بی‌معنی و تکراری تلف می‌کنید. این کار باعث میشه که شما از اهداف و رویاهای خود دور بشید و به جای آن به زندگی دیگران علاقمند بشید. افراد ثروتمند به جای تماشای تلویزیون زمان خود رو صرف یادگیری، خلاقیت، تفریح سالم و ارتباط با دیگران میکنن. اونها میدونن که تلویزیون فقط یک وسیله سرگرمیه و نه یک منبع اطلاعات یا آموزش. پس اگر شما هم میخواهید ثروتمند شوید، باید میزان تماشای تلویزیون خودتون رو کاهش بدید و زمانتون رو به کارهای مفید و مؤثر اختصاص بدید. فست فود زیاد میخورید؟ سلامتی یکی از مهمترین عوامل موفقیت و ثروته. اگر شما سالم نباشید، نمیتونید بهترین عملکرد خودتون رو در کار و زندگی داشته باشین. افراد فقیر توجه کمی به غذایی که میخورند دارند و از غذاهای چرب، شیرین و ناسالم استفاده میکنن. این کار باعث میشه که بدنشون ضرر ببینه و در نتیجه انرژی، تمرکز، خلاقیت و اعتماد به نفسشون کاهش پیدا کنه. افراد ثروتمند به سلامتی خودشون بیشتر از پول توی جیبشون اهمیت میدن. اونا غذاهای سالم، متنوع و مغذی میخورن و از غذاهای فست فود و صنعتی دوری میکنند. اونها میدونن که غذا فقط برای سیر شدن نیست، بلکه برای تغذیه و تقویت بدنه. پس اگر شما هم میخواید ثروتمند بشید، باید به غذایی که میخورید دقت کنید و از غذاهای سالم و مغذی استفاده کنید. خونه اجاره‌ای میگیرید. خونه یکی از بزرگترین سرمایه‌های شماست. اگه شما خونه خودتون رو داشته باشید، میتونید از اون به عنوان یک منبع درآمد یا یک سرمایه امن استفاده کنید. اما اگر شما خونه اجاره‌ای بگیرید، در واقع پول خودتون رو به دیگران میدید و هیچ سودی از اون نمیبرید. افراد فقیر عادت دارن که خونه اجاره‌ای بگیرن و هر سال باید به دنبال خونه جدید باشن. این کار باعث میشه که شما هیچ احساس امنیت و مالکیتی نداشته باشید و همیشه در تنگنا و استرس باشید. افراد ثروتمند سعی میکنن که خونه خودشون رو بخرن و از اون به عنوان یک سرمایه قوی استفاده کنن. اونها میدونن که خونه یکی از بهترین سرمایه هایی است که میتونن داشته باشن و از اون برای افزایش ثروت خود استفاده میکنن. پس اگر شما هم میخواهید ثروتمند شوید، باید سعی کنید که خونه خودتون رو بخرید و از اون به عنوان یک سرمایه مطمئن استفاده کنید. بیشتر از اون چه که درآمد دارید هزینه میکنین، این یکی از بدترین عاداتی است که شما رو فقیر میکنه. اگر شما همیشه پول خودتون رو صرف چیزهایی میکنید که نیاز ندارید یا از توان خودتون بیشتر مصرف میکنید، در واقع خودتون رو در بدهکاری و مشکلات مالی فرو میبرین. افراد فقیر عادت دارن که برای تأمین نیازهای لحظه‌ای و احساسیشون پول خودشون رو هدر میدن و به جای چیزی که واقعا بهش نیاز دارن، چیزی که دوست دارن رو میخرن. این کار باعث میشه که شما هیچ اندوخته و سرمایه‌ای نداشته باشین و همیشه در حالت کمبود و کسری باشین. افراد ثروتمند به جای این کار پولشون رو به صورت هوشمندانه مدیریت میکنن و برای آیندهشون برنامه ریزی میکنن. اونها از پولشون برای سرمایه گذاری، ایجاد درآمد ثابت، خرید اموال و اشیاء ارزشمند و حمایت از اهداف خیرخواهانه استفاده میکنن. اونها میدونن که پول یک ابزاری که میتونه زندگیشون رو بهتر کنه و نه یه هدف. پس اگه شما هم میخواهید ثروتمند بشید، باید هزینه‌های خودتون رو کنترل کنید
و صرفه جویی کنید. کتاب نمیخونید. کتاب خوندن یکی از بهترین راه‌های یادگیری و افزایش دانشه. کتاب‌ها میتونن شما را با افکار، تجربیات، نکات و رازهای افراد موفق و متخصص آشنا بکنن و شما را در رشد شخصی و حرفه‌ای یاری بکنن. افراد فقیر عادت دارن که کتاب نخونن و فکر میکنن که کتاب‌ها فقط برای دانشجویان یا افراد علاقمند به مطالعه هستش. این کار باعث میشه که شما از دانش و اطلاعات جدید محروم بشین و همیشه در حالت تکرار و عقب ماندگی باشین. افراد ثروتمند به جای این کار عاشق کتاب خوندن هستند و همیشه در حال جستجوی کتاب‌های جدید و مفید هستند. اونها میدونن که کتاب‌ها میتونن شما رو به سطح بالاتری از زندگی برسونن و شما رو با ایده‌ها و فرصت‌های جدید مواجه میکنند. پس اگر شما هم میخواید ثروتمند شوید، باید کتاب خوندن رو به عنوان یک عادت مثبت در زندگی خودتون ایجاد کنید و از کتاب‌های مرتبط با موضوعاتی که به اونها علاقه دارید یا میخواهید در اونها مهارت پیدا کنید استفاده کنید. هدف و برنامه مشخصی ندارین؟ اگه شما ندونید که چه چیزی رو میخواین و چگونه باید به اون برسین، در واقع شما در حال گردش بی هدف و بی معنی هستین. افراد فقیر عادت دارن که اهداف و برنامه‌های مشخصی رو نداشته باشن و فقط به روزمره‌های خود ادامه میدن. این کار باعث میشه که شما از راه خودتون گم بشید و هیچ پیشرفت و تغییری در زندگی خودتون ایجاد نکنید. افراد ثروتمند به جای این کار اهداف و برنامه‌های مشخصی دارن و به طور مداوم اونها رو بازبینی و ارزیابی میکنن. اونها میدونن که اهداف و برنامه‌ها میتونن شما رو در جهت درست هدایت کنن و شما رو متعهد و مشتاق نگه دارن. پس اگر شما هم میخواهید ثروتمند شوید، باید اهداف و برنامه‌های مشخصی برای خودتون تعیین کنین و به طور منظم اونها رو انجام بدین. از پول خودتون برای خرید چیزهای بی ارزش استفاده میکنین؟ این یکی از عاداتیه که شما رو از ثروتمند شدن دور میکنه. اگر شما پول خودتون رو برای خرید چیزهایی که فقط لذت لحظه‌ای به شما میده و هیچ ارزش دائمی نداره، مثل لباسهای گران قیمت، زیورآلات، اسباب بازی‌ها، ماشین‌های جدید و غیره صرف میکنین، در واقع شما دارین پول خودتون رو هدر میدین. این چیزها باعث میشن که شما از پول خودتون بیشتر از اون چه که باید استفاده کنین و هیچ سودی از اونها نبرید. افراد ثروتمند به جای این کار پول خودشون رو برای خرید چیزهایی که ارزش دارن و به شما درآمد یا ارزش افزوده میدن، مثل سهام، املاک، کسب و کار، کتاب‌ها، دوره‌های آموزشی و غیره صرف میکنن. اونها میدونن که این چیزها میتونن شما رو در راه ثروتمند شدن یاری کنن و شما رو از وابستگی به یک منبع درآمد آزاد بکنن. پس اگر شما هم میخواهید ثروتمند شوید، باید پول خود رو به صورت هوشمندانه خرج کنین و از خرید چیزهای بی ارزش خودداری کنین. از یادگیری و تحصیل دست میکشین؟ این یکی از عاداتی است که شما رو از رشد و پیشرفت باز میداره. اگه شما فکر میکنید که با فارغ التحصیل شدن از دانشگاه یا مدرسه دیگه نیازی به یادگیری ندارین و دانش خودتون رو بروز نمیکنین، در واقع شما دارین خودتون رو از دنیای جدید و پرتغییر امروز جدا میکنین. این کار باعث میشه که شما از دانش و مهارت‌های جدید عقب بمونین و نتونین با رقبا و فرصت‌های جدید رقابت کنین. افراد ثروتمند به جای این کار همیشه در حال یادگیری و تحصیل هستند و به دنبال افزایش دانش و مهارت‌های خودشون هستند. اونا میدونن که یادگیری یک فرایند مداوم و ضروریه که شما رو در تمام جنبه‌های زندگی بهتر میکنه. پس اگر شما هم میخواید ثروتمند بشید، باید یادگیری و تحصیل رو به عنوان یک عادت مثبت در زندگی خودتون ادامه بدین و از منابع مختلفی مثل کتاب‌ها، مقالات، دوره‌ها، کارگاه‌ها، سمینارها، ویبینارها و غیره برای افزایش دانش و مهارت‌های خودتون استفاده کنین. خب دوستان عزیز، اینم از 8 کاری که شما رو فقیر میکنه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین و از این اطلاعات مفید استفاده کنین. اگه شما هم میخواین ثروتمند بشین، باید این عادات بد رو ترک کنین و عادات موفق رو جایگزین کنین. این کار شاید راحت نباشه، اما با تلاش و اراده میتونین اون رو انجام بدین.
من به شما اعتماد دارم. مطمئنم که شما میتونین زندگی خودتون رو بهتر کنین. پس از امروز شروع کنین و هرگز تسلیم نشین. من همیشه در کنار شما هستم و از حمایت شما سپاسگزارم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید و نظرات خودتون رو با ما در قسمت کامنت ها به اشتراک بگذارید. همچنین فراموش نکنید که برای دیدن ویدیوهای جدید کانال ما رو دنبال کنید و زنگوله رو فعال کنید تا ویدیوی بعدی. خدا حافظ و موفق باشید.